سلام دوست عزیز. بازم دوست شما لطیف مهربان هستم. دوست عزیز، بسیاری از دوستا از من تقاضا کرد تا ویدیوی مکمل یوتیوب به شما ما اپلود کنم که چگونه میتونین با یوتیوب پول به دست بیارین، اون در افغانستان البته. خب دوست عزیز، وقت زیاد ضایع نمیکنم. اولا کاری که شما دوست عزیز میکنین، شما باید یک اکانت جیمیل به خود باز کنین که او را خب انشالله شما میفهمید که چه قسم یک اکانت جیمیل جور کنین. درست؟ بعدش که شما جور کردین، خودتان میان در وبسایت یوتیوب می قسمی که میرین اینجا www.youtube.com میان. ایره که باز آمدین میرین دست راست که آپشن ساین این است. درست؟ ساین این، شما ساین این میکنین. با معذرت دوستا که کم اینترنت ما ضعیف شد. با معذرت دوستا که کم اینترنت هم ضعیف شد دیگه. این مشکلات خود افغانستان از خیره. این دوستا قسمی اینجا ما اکانت جیمیل ما دادیم. این قسمی که نمیریم خان افغانی 87 است. اینجا چی میکنید؟ شما پاسورد خود میتون. درست؟ پاسورد که شما دادین نکست میگین. این دوستا خب ببینین ما لاگین شدیم اینجا. درست؟ اینجا که ما لاگین شدم، بعد از شما چی میکنه؟ شما باید بین تنظیمات چینل تان جور کنید. درست؟ بعد میین در مای چینل. بعد از دیگه شما فقط همون راهنماییش جور میکنید که چه قسم باید چینل شما کار کنه. این خود شد کریت چینل میگین. نه این خود دیگه خدایان میکنه. من مینم فکر میکنم خان افغانی بود. درست؟ همونم چینل ما جور کردیم. میین در مای چینل. خب دوست عزیز، ویدیو منیجر کلیک کنیم. باز اینجا دوست عزیز من در مای چینل. درست؟ اول من اشتباه کردم. اول که از مای چینل نمه. خب اینجا که ما اینجا دیگه تنظیمات ما یاد میسازم که چگونه ما مو چینل یوتیوب خود به یاد بسازم تا به ما از طریق از مو پول به دست بریم. اگر این طریقه ساده که شما لاگین شون اپلود کرده، خب ویدیو از این طریقه اپلود کنین، ویدیو رو اپلود کرده میتونین. اما بو چی است که شما پول از این طریق نمیتونین به دست بیارین که پول برین. میرین دوست عزیز در ادوانس. اینجا به خاطر که کشور ما تبدیل میکنیم و قسمی که من در ویدیو قبلی ما گفتم که بدبختانه افغانستان اگه ما انتخاب کنیم، ما دیگه نمیتونیم با پول به دست بیاریم. درست است؟ اینجا چی میکنین؟ یک کشور خارجی هم اون کشور ایالات متحده آمریکا، خاص یونایتد استیتس. درست است؟ این انتخاب کنید دوست عزیز. با دیگه سیو میگیم.
با مثلا دوستا با ما گفتم که اینترنت کم ضعیف است. خب دوستا عزیز این شد. پس دیگه من در مای چینل در ببخشید در چینل من قسم میگیم چه تغییراتی شما آوردین و سیف شد. ایچی چی من مانیتایزیشن درست اینو کنیم. مانیتایزیشن ایره چی میکنیم؟ ایره انیبل میکنیم. درست است؟ انیبل کلیک میکنیم. اینجا انیبل شدن عزیز دوستا عزیز یک 5 دقیقه وقت شما رو میگیره. فقط شما چی کنین؟ حوصله کنین، مشکل نداره. اینجا استارت میگین. اینجا دوستا عزیز من ریکارد چند دقیقه استارت میکنم، به خاطر که گفتم که یک 5 دقیقه الا 10 دقیقه رو میگیره تا لود کنه خودش. باز فقط دیگه لود کرد من دیگه طریقش بتونم شما میتونم بعد از این. خب دوستا عزیز بعد از اینکه استارت من کلیک کردم یعنی این صفحه نوزار شد. درست یک سرچ فقط می اسیش میکنین سوال صحیح میکنین. درست است؟ اینه آی اکسپت میگین. خب دوستا عزیز حالا چی شد؟ ما اکسپت شد. درست است؟ مانیتایزیشن ویدیو ما آن شد. اینجا چی میکنن؟ اینجا براتون میگه که ست اپ ادسنس اکاونت. ادسنس اکاونت چی میکنه؟ یوتیوب اکاونت ما خود جور شد، ما امو چینل ما یا اکاونت ما آماده شد که ما طریق از پول به دست بریم. حالا پول ما که به دست میاریم پول باید در کجا ما ارسال کنیم؟ به خاطر باید ما شما چی کنیم؟ یک ادسنس اکاونت جور کنیم که من اینجا آمادیم سعی کنیم www.google/adsense یا درست یا اوت میدین یا میگن www.adsense.com. adsense اینی است سپلنگش یعنی adsense.com. درست است؟ اوجا چی میکنین؟ اوجا میرین قسمی که اینجا ما گفتم من خود اینجا اکاونت دارم. درست است؟ ساین این میکنم. اما شما چی میکنین؟ ساین اپ میکنین. درست است؟ ساین اپ کردین بعد من اونجا اکاونت که شروع کردیم بعد من ایره استارت میگن. ایره که استارت گفتین دوست عزیز باز شما میتونین که ایره با اون لینک کنین. درست است؟ لینک کردن از مشکل نداره، فقط همیشه که اینجا شما که ایره جور کردین ایره که پارتنرشیپ مانیتایزیشن نکردین باز که اینجا اومدین ایره که استارت گفتین باز خودتون اونجا بهشون میگه ایمیل چی تون بتین. ایمیل اکاونت ادسنس تون بتین. این ادسنس است. درست است؟ ایمیل ادرس بتین. ایمیل ادرس فقط اونجا میتین و خودش اتومات باز لینک میشه، مشکل دیگه نداره. درست است؟ خب این کارا خب کلگی شد. فرض که شما این چینل مانیتایزیشنش هم جور کردین که با شما پول هم به دست بیارین، باز چینل باز معذرت اکاونت ادسنس هم جور کردین که چه قسم با ادسنس اکاونت یوتیوب تون لینک کنین. گفتم دوست عزیز که ایره لینک بتین، ادسنس لینک بتین، به خاطر که ادسنس لینک ندین تا وقت با شما پول به دست آوردن نمیتونن. ادسنس که لینک دادین در ادسنس باز اگه شما میخواین پول به دست بیارین باز وایر ترانسفر به شما میکنه در افغانستان یوتیوب. درست است؟ گوگل یا یوتیوب وایر ترانسفر که میکنه اوجا نام خود، نام اکاونت تا، نام بانک تا، سویفت کد بانک تا، کل چیزا رو باز دو میتی. درست است؟ او رو باز کلش در این ادسنس میتین، در ادسنس اکاونت میتین. درست است که اینی وبسایتش است. درست است؟ یعنی ما خود اکاونت دارم من ساین ان میگم، اما شما چی کنین؟ شما ساین اپ میکنین، به خاطر شما نو اکاونت جور میکنین. نو اکاونت که جور کردی باز بیاورید اینجا لینک بده. درست است؟ این خوش دوست عزیز حالا خوش ما گرفتین که چه قسم یک چینل از شروع تا آخر جور کنین، آماده ای بسازینش که چه قسم پول به دست برین. اما که کار دوست عزیز دیگه چیزی کار نداره. درست یک کار دیگه اینجا به شما انجام میدم، به خاطر که اگه نمیشه شما ویدیوتون از 15 دقیقه که بیشتر باشه، 15 دقیقه زیاد باشه، فقط چی میکنین اینجا من لانگر ویدیو رو انیبل میکنین. اینجا چی میکنین؟ اینجا فقط یک شماره تلفن تون میتین. اینجا خب این خب امریکا انتخاب فقط اینجا افغانستان انتخاب کنین، مشکل نداره. شماره تون میتین تکست میده وریفیکیشن کد او را که برای گفتیم باز میتونه که از 15 دقیقه که زیاد ویدیوتون باشه او را چی کنین شما اپلود کنین. درست است؟ این حال دوستای قسمی که شما میبینین که مانیتایزیشن ما انیبل شد مشکل نداره. درست است؟ این قسمی که این انیبل میگه. درست؟ این انیبل شد، این دیگه باز مشکل نداره. باز میتونیم که ما ویدیوهای خود مانیتایز کنیم، مشکل نداره. فقط ویدیو که اپلود کردی او را با ادسنس اکاونت چی میتین های طریق میتونید دوست که ویدیو خود لینک بتین اپلود کنید. درست؟ این طریقه اپلود کردن ویدیو شد. ویدیو رو که وقت اپلود کردین اینجا سایز من دیگه ویدیو را در حالت اپلود کردن دارم. نه 89 شده دوستان که 100% شد. من بعدم باشم چی میگم من بعدم میگم ریکارد استارت میکنم تا این 100%. خب دوستان عزیز بعد از اینکه شما چینل را جور کردین درست و ویدیو رو شما گرفتین اپلود کردین، ویدیوتون که اپلود شد باز شما من در کجا در ویدیوز منیجر من درست است
ویدیو منیجر من باز قسمی که اینجا یک ویدیو من درست این ایرا من میخوایم حالا چی کنم تنظیمات چخون ما جور کردم براتون نشان دادم درست حالا من ویدیو رو من اپلود کردم درست اپلود استرک ماشین می کلیک میکنی بازم ویدیو در جلسه رو انتخاب میکنی اپلود میگه اپلود میشه درست ما حالا آمدم اینجا چی میکنم اینجا آمدم که حالا من این قسم عیار وسطم ویدیو من که بتونم از طریق از ویدیو من دیگه بتونم که پول خدا بده سرم قسمی که من این دلار ساین کرد درست است یعنی این دلار ساین که شد قسمی که ویدیو من کلش میبینین کلش دلار ساین شده بخاطر که من کلش که خود یوتیوب قرارداد خو بسته کردم درست است ولی من شما نشان دادم که چه قسم شما میتونید که تنظیمات امو چینل تان اکانت تان بسازین که بعد شما بتونین امو پول تان به دست بیاورین درست است شما را طریقش رو نشان دادم که اول میرین تنظیمات رو جور میکنین بعد تعقیبش میرین ادسنس اکانت ادسنس رو جور میکنین که به اکانت ادسنس تان بازم پولی که شما به دست آوردین از طریق چینل یوتیوب تان او با اون بیاد خب دوستای عزیز حالا کار میکنیم که فرض کو شما ویدیو رو اپلود کردین میایین در کجا در ویدیوز منیجر من درست است ویدیو منیجر که ماتن اینجا با چی میکنین سر این دلار ساین سر کلیک میکنین درست است سر کلیک کردین دوستای عزیز این چی میشه اینجا شماست که شما دیگه میتونین که از طریق ویدیوتون شما پول بدهید فقط مانیتایزیشن ارز چی میکنی ایرا اوکی این طرف میکنین که یعنی این براتون فعال شد که فعال شد اینی چند قسم ارز است چند قسم اشتهار است که خود یوتیوب با ویدیو شما می اشتهار خود میپرته با این طریقت شما پول بدهید ایرا فقط چی میکنید سیو چنج درست یا سیو میشه یک لحظه دیدین دوستان این سیو شد یکی سیو شد چی میکنی بعد می در ویدیو منیجر می در ویدیو منیجر که من دوستان ببینید اینه چی شد مانیتایز شد باز دیگه مثلا این ویدیو خود کن بیوتیفول افغانستان ویدیو 1 این از این طریق ویدیو که هر کس سعی کنه به من چی میشه پول میاره یوتیوب به من پول میده از این طریق خب دوستان عزیز ان شاء الله که شما یک چیز یاد گرفته باشین اگه دوستان عزیز شما بازم در ارتباط به یکی نفهمیده باشین یا در خود جور کردن اکانت ادسنس چیزی مشکل داشته باشین میتونین به من کامنت ویدیو کامنت کنین در فیسبوک من که من نام لطیف مهربان پیجم است در اون با من مسیج کنین من ان شاء الله در خدمتتون هستم بازم هر قسم مشکل بود ان شاء الله من که چیز رو یاد دارم ان شاء الله به شما یاد میدم وقت خوش داشته باشین ان شاء الله دوستای عزیز بخیر باشین